هلو گایز، واسهتون یه سورپرایز آوردم. امیر کلاب قراره به امیر کلاب ریاکت بریم و ببینیم قراره واسمون چیکار کنه تو تاپ لدر، اونم با لاوا و میدونین شرایطو دیگه. امیر کلاب میتونه با همه چی بازی کنه، ولی اینجا یه چیزی ناعادلانه است، همین که لولش پایینه، یعنی اینکه لول این اکانت پایینه و اوهای زیاد نداره و از اون ور تک اوو داره میزنه و خیلی کار سخته. خودتون میدونید رفقا، بدون دگر دوشز و بدون اوو دوم علنا غیر ممکنه تاپ لدر و میشه گفت خیلی کار سخته توی پوشگاه و به خاطر شما رفقای یوتیوبی داره این کار انجام میده. پس حمایت ها رو دریغ نکنین، هم لایک واسه من بکوبین، هم اگه 1% از رسانه کوچک من میتواند مخاطبی آن طرف برود، آن طرف به آن دیار برود و یک حمایت ریز کند. وقتی کتاب خوندی اومدی ویدیو بگیری رفقا. خب ببینیم اینجا کارش خیلی سخته و عراشو بزنه. اسکلت ها امیدوارم که نچسبن. دو کارتش هم میدونین دیگه، 14، یکی تامبستونه، اون یکی نمیدونم چیه. میشه گفت مچاپ یه جورایی برابره، از اونجایی که هم امیر یه دونه اوو داره و همین که کارت خوبی داره حریف واسه دفاع کردن. در نظر داشته باشین تسلا داره، دگر خودش خب پاره میکنه کارتا رو و از اون ور راکت رو واسه بالونش نگه میداره، ویدو میتونه راحت بلاک کنه. در نظر داشته باشین امیر پرنس استاوره و میتونه با برلش خیلی اذیت کنه امیرو. اینجا باید عراشو بزنه. آره زد و مچاپ بازم همچنان سخته. تسلا تکامل هنوز توی زمینه و دفاع رو واسه حریف خریده. امیدوارم اینجا بالونشو بره. تسلاش میرسه ولی کارتا زیادن، شاید بهتر باشه راکت بزنه. راکت زد، اسپیریدش هم انداخت و بازم دمیج میخوره، باید دفاع کنه. بازم تسلاش رفت ولی مچاپ برابر شد در حال حاضر اللحاظ دمیجی. اون 200 هم حساب نکنین. برالو بازم باید تیر بزنه. حرکت حریف رو دقت کنین، برلو میندازه که تیر امیر رو بکشه بیرون و امیرم نمیتونه کاری کنه چون دگر که نیست باج نده به برل، به خاطر همین مجبور تیرشو بزنه و از اون ور راحت با خیال راحت پرنسسشو میندازه. باید تسلا هم کارو در میاره، دفاع میکنه. اینجا سایکل امیر رو خوند و برله داره دمیج میده. حاجی پشمام زد. بریم مچ بعدی ببینیم چی میشه. خب حریف کنونر داره و خفاش. اوکی، فکر میکنم جاینت گریویارد باشه با این شرایط و در هر حالی که شما حساب کنین هر تاوری با هر شرایطی نسبت به پرنس تاور خیلی بهینه تره و اینجا چه گریو خوبی زد. تاور رو از امیر گرفت، امیدوارم بتونه تاور ترید کنه. اینجا باید بالونشو بره، بالونشو میره ولی فکر کنم بازم هوایی زن داشته باشه. نمیدونم با چی آورده. آره با ویچ عادی آورده. چه عجیب. اوو دوم حریف میتونه بربر باشه چون داخل تاپ لدر دیدم که جاینت گریویارد رو با بربرم میارن، ولی امیدوارم اون نایت حذف شه که ضد حمله نخوره. خدا رو شکر حذف شده و حداقل ضد حمله به اون سنگینی قبل نیست. یه همچین بتلا یا همچین مچاپا یا شما با حمله به حمله حریف بازی کنید. یعنی چی؟ یعنی بتل بتل بدین چون نمیتونید دفاع کنید. الان حریف یه جاینت با گریور تاور امیر رفته، به خاطر همینم اینفرنوش رو رفت. سعی کرد پیش بینی کنه و حریف هم کار خوش بلده، بوله رو از عقب میره، نمیخواد ریسک کنه و اینجا شاید گفتم شاید لاوا رو وسط بره که اینفرنوش حیف نشه، ولی این کارو نکرد. خب منطقی هم بود. از این ور بربرشو میره، دیدین گفتم بربر داره. خدای حال کردین. تامبستونشو میکاره، دفاع خوبیه. تا اینجا اکسیر جلوتره به نظرم امیر و تیرشو زد. بازم این باید دفاع شه که ترجیح داد حمله کنه و نتیجه گیری بهتری داشت از من. ویدشو زد روی ویچ ولی خب بلاک میکنن اون اسکلتا. خفاشش هم انداخت، اون ویچه باز حذف نشد. ارو هم که نداره. یه بالون باید بره وسط به نظرم. اکسیر حریف خیلی کم، بعد بالونش بره، بالونشو میره. اونجا که هوایی زن دیگه این نداره و کنونر هم هست تاورش میره. الان بازی جلوتره، فقط باید یه جوری دفاع کنه اون جاینتو، هر چند سخته با وجود بولر، ولی همین که بولر رو از عقب انداخت حریف شاید بشه دفاع کرد جاینتو. اینفرنوشو رفت واسه حذف بولر که بتونه راحت‌تر دفاع کنه، کار درستی هم میکنه. البته این اسکلت دراگی که از عقب رفت احتمال داره که بخواد لاوا بندازه که لاواش هم رفت و اون ویچه دردسر میشه واسه امیر. گریویارد رو بپایه، نمیدونم. آره بربرش رو تقریبا تقسیم خوبی کرد ولی خب اون اسنوبال کار واسه حریف در میاره. مچاپ به 3 کردن میکشه و تیرش رو زد امیر.
فکر کنم تاور حریف بره دیگه، تموم کارش، چیزی از تاورش نمونده. همین لاوایی که حریف تا الان نتونسته دفاعش کنه همین تاور رو میندازه. فکر کنم تمومه. آره زد، بنازم. بریم مچ بعدی. خورده به اوسی آی ویزارد. من نمیدونم، انگلیسیم ضعیف است. اوپ سایکل یعنی چی نمیدونم، ولی حریف میخوره که پلیر خوبی باشه و لاوا هم هست. یه خورده این مچاپو دیر اومدم که دیگه به بزرگی خودتون ببخشین، اتفاق خاصی نیفتاده. هرچند امیر خیلی دمیجی عقبه ولی فکر کنم بتونه مچاپو به دست بگیره. هرچند بازم مچاپ با حریفه، چون اون زب داره و امیر زب نداره. اون میتونه لاوا رو خیلی راحت دفاع کنه با اینفرنو، ولی امیر نمیتونه چون که زب نداره و به خاطر همین شرایط بعد اونجا ویدشو میزد که اینفرنو رو حذف کنه. خدایی ظلم نیست کسایی که دارن کلش رویال پلی میدن تو خارج، از اسکلشون تا کسی که داخل تاپ لدر ازشون، همه پس رویال میگیرن، ولی یه ایرانی نمیتونه پس رویال بگیره. اکانتش هم دم به دقیقه بند میکنن. واقعا ظلمه. اینجا ویدو پیش بینی کرد فکر میکنم با لاوا و اینفرنو زنده میمونه و بالون رو تا حدی دفاع میکنه. نه، بدون دمیج دفاع کرد ولی خب بمبش میرسه و 800 تا تاور مونده. نمیشه رو تاور حساب کرد و در عین حال باید حمله کنه که تاور حریفم بگیره. دگره چقدر دفاع میکنه با اینکه کم آورده. حیف شد، بالونو بعد میرسید به تاور، نمیدونم چرا نرسید، ولی بازم اینجا دمیج خوبی تونست بگیره. فقط دفاع رو چیو میخوای بگیری امیر؟ مچاپو تونست برابر کنه از لحاظ دمیجی و اینفرنوش رو زودتر رفت که اگه خواست بالون بره دمیج نبینه، بمبش به تاور نرسه. ولی همچنان کار سخته. در نظر داشته باشین حریف دگره و پرنسس امیر. خیلی شرایط واقعا بعده. ایو هم خوب نداره. ایو دوم اینجا یه زپ الان میزنه. نه، زپشو نزد یا زده بود من دقت نکردم، نمیدونم. ولی اینجا فکر کنم موقعیت این باشه که بالونشو بره که ترجیح میده دفاع کنه. کار درستی هم کرد. اون اسکلت دراگا دفاع میکردم بالونو، من یه دست اشتباه کردم، ولی خب این بالونه فکر کنم کارو تموم کنه. ویدشو زد و زپش هم زد و نگو که میزنه، زد پشمو. خورده برادر جکی جان. نمیدونم این زبون چینیه، ژاپنیه یا کره‌ایه. کسایی که میتونن اینو تشخیص بدن تو کامنت ها بنویسن. واقعا سخته تشخیصش واسه من. فیشرمنشو بی خود و بی جهت میره. احتمال داره جنت متا باشه با این شرایط که لیتل هم داره. ببینیم چه. اینفرنو رو میندازه پشت لاوا تا کاورش بده. ویدشو میزنه. وید بجایی بود ولی ننویچه خیلی عجیبه. حریف وید داشته باشه عادیه، ولی ننویچو ندیدم دیگه. این دکش چی میتونه باشه؟ بازم فیشرمنش انداخت. اینجا بازم کار واسه حریف سخته تو دفاع چون اکسیرش کمه. فکر کنم تاورش رفت. بنازم واقعا امیر، بنازم اسکیل. تنها کاری که الان لازم هست دفاع رو سفت بگیره و ببینیم آیا کلن نان و حلیم قراره تو این پوشگاه واسمون چیکار کنه. رفقا اگه تا 8 دقیقه از ویدیو با من بودین دمتون گرمه. یه لایک هم بکوبین، یه کامنت کوچیکم بذارین و تو کامنت ها بگین که من از کی ریاکت برم، از کی خوشتون میاد ریاکت برم یا اصلا از ریاکت خوشتون نمیاد. ترجیح میدین بتل بزنم یا نکته بگم یا ویدیو خارج از اینا باشه؟ بگین دیگه، در کل نظرتون خیلی مهمه. خب بپردازیم به بتل. بتل از این قراره که 700 تا تاور حریف مونده و احتمال زیادی مچاپو وین گرفته، ولی من نمیدونم هنوز حریف دکش چیه. میتونه جاینت گوبلین داشته باشه، نمیدونم، شاید یه همچین دکی باشه. آخه چیزی به ذهنم نمیرسه با این شرایط. پکا پشما منطقیه سید. چجوری تا این کاپ رسیده این یزید؟ واقعا منطقی نیست. حالا من میگم منطقی، از شوخی میگم. تاور گرفت دیگه، کار تمومه. بنازم گرفتی دیگه. آره گرفت دیگه، کار تمومه و خیلی تمیز این بتل رو این گرفت. بله من حریف رو میشناسم، کاملا مشخصه. برادر ناتنی مادری موگیه ایشون. آره من میشناسمش، تو تاپ لدر دیدمش. شادو اینجوری میگه، دارم تقلید میرم. لاواش از عقب پلی میده، ولی به نظر من از روبروی ویزارد لاوا انداختن کار درستیش نباشه که ویزاردشو کاور نداد و از مقابل گوست رفت. حریف چی میتونه باشه آخه؟ البته اینم هست که ویزارد ایور تو هر دکی جا دادن و با این شرایط که یه اسپریت داره و گوست داره میتونه که آرجی باشه. الان فیشرمن انداخت، احتمال زیاد آرجی باشه. بربرش رو فکر کنم واسه آرجی انداخت، نمیدونم، شاید از مخالف میخواست حمله کنه اکسیر رو بکشونه بیرون. اینکه فایر داره حریف خیلی مچاپ باشه، ولی اینجا اکسیر خونی کرد.
که بالونشو رفت و شرایط هم خوب بود واسه بالون رفتن، ولی ویزارده بازم دفاع میکنه. فکر میکنم اینجا خیلی سخت باشه دفاع کردن از اونجایی که این ویزارد شیلد داره و همین که آرجیشو نیومد خیلی خوبه، ولی بازم دمیج میگیره حریف متاسفانه، چون پرنسس تاوره و گسته مفت داره دمیج میده. چرا؟ چون ما ایرانی هستیم. خیلی منطقیه. اینا غم و اندوه ها، من اینجوری دارم میگم. خیلی دوست دارم بدونم اون کارتی که رو نکرده بجز آرجی چیه. پشما مونک خیلی تو این مچاپ ولیو داره. شما فکر کنید 1% یه همچین حالتی پیش بیاد که امیر حمله کنه و حریف حمله امیر رو دفاع کنه و کارتاش بمونه، همونو یه مونک میندازه جلوش، یه آرجی پشت سرش رو، تموم مچاپو گرفته. ببینید که تاورم نداره امیر دفاع کنه و فایرش هم میزنه واسه بربر. هرچند خوب شد بربرشو نرفت، ولی خب خیلی دمیج دیده و اون لاوا هم کاری به جایی نمیبره چون ویزارد داره. حریف متاسفانه اسپلش میزنه ویزارد که دفاع نکرد. ببینید چقدر خیالش راحته که دفاع نمیکنه حریف. پشمام حاجی، چون میدونین دیگه وقتی مساوی بشه یه تاور بمونه خیلی مچاپ به نفع آرجیه، چون آرجی از وسط میندازه. کاش فایرش نمیرسید و اون بالونه میرسید به تاور و دخلش رو میورد، ولی همچنان اون بربرا دارن دمیج میدن، بعد دفاع کنه. ویزارد ایوش رو رفت، واقعا خیلی قویه این ویزارد ایو. فکر کنید سایکلش یه دونه است و از اون ور خود ویزارد خیلی قویه. تنها مشکلی داشت این بود که اسپل خور بود، ولی الان دیگه با اسپل هم نمیتونید این بشر رو بندازید و از اون ورم با کارت بخوایم بگیرینش کارتا رو هول میده. من نمیدونم چرا این کارت با انقدر قوی باشه. تاپ لدر که نگاه میکنی همه ایو ویزو دارن و از اون ور ترکیبا به شدت شبیه هم شده. من نمیدونم این چه نوع اداری سوپرسل. و بالون قشنگ اینجا رفت، فکر کنم بتونه مچاپو بگیره مگه اینکه فایر بزنه که نه. تمام بنازم. بریم مچ بعدی. حریف رنگ 600 داره، 600 لدر داره و چی میتونه باشه؟ شاید ماینر پویزنیه که جدیداً متا شده با پرنسس. میدونین دیگه پرنسس میندازه ارو پول اسکیل، یه جورای لاگ بیته، ولی خب به جای مثلا برل اومدن چی رو جا دادن؟ همین کارت ماینر رو. حالا آره همونه دقیقا، بنازم پیش بینی. ولی اون گوبلین نداشت، اسکلت داشت. ایشون گوبلین آورده و ایو دیگریش مشتاقم بدونم چیه. یکیش خونایته و اون لیتل سگ پدر با یه ذره جون همه چی رو جمع کرد. خب ببینیم مچاپ قرار به کجا برسه. مچاپ میتونه با حریف باشه، مخصوصا اگه تسلاش تکامل باشه که راحت میتونه جمع کنه لاوا رو. و از اون ور ماینر سم خالصه واسه امیر، چون که پرنسس تاور 100 بار اینو گفتم. پرنسس تاور متاسفانه انقدر پرنسس تاور ضعف داره جلوی دگر، با اینکه نرف سنگین خورد دگر بازم پر استفاده ترین تاور تروپه و بعید میدونم تو تاپ لدر کسی از پرنسس تاور استفاده کنه. و اینجا تامبسون قشنگی انداخت، ولی خب پویزن ولیو یه جورایی. بازم همین که ماینر دفاع شد اوکیه و پویزنش رو نزد. شاید از نظر حریف زیاده روی بود و اینجا ویدش رو میزنه، نمیتونه بربرش الکی بندازه دیگه. در کل باید اینا رو درک کنید. اکسیر خیلی عقب میفته، واسه 3 اکسیر 5 اکسیر بده و از اون ور میتونه پویزن بزنه، تازه ولیو داره. اسکیل حریف لیتل میندازه رو پل، ابیلیتی میزنه گوبلین پای سرش. منطقیه داداش، درسته. تاور میدهیم الان به تو. خیلی نامردیه. فکر کن با همچین سطحی یارو لیاقت داشته پس رویال بخره، یارو لیاقت داره تو نمیدونم تاپ لدر باشه. واقعا منطقیه دیگه، سوپرسل منطقیه. دمتم گرم. بنازم بتل آیکیو امیر که داره هر بار از عقب تامبسونو میندازه که ماینر خیلی اذیتش نکنه و خیلی نامردیه. با یه پویزن جمع شد حمله امیر، اینفرنوش از عقب رفت، لاوا رو دوباره جلوش میره. بازم تسلاش عریف انداخت. تسلا ایو خیلی بده متاسفانه. اینجا باید ویدش رو بزنه سر لیتل. فکر کنم نه، ویدش رو زد یه جورایی که به تاورم بخوره و یه جوری تیرش رو زد که پرنسس رو بزنه. خیلی هم تمیز. ولی خب تسلا بعدی حریف اومد، بالونش از مخالف میره. شاید بتونه این بالون رو به تاور برسونه که دگر رحمی نداره متاسفانه. بازم به تاور نرسید. میخواستم بگم رسید که نرسید متاسفانه.
اینفرنو رو از عقب میره که سایکلش رو درست بچرخونه و از اون ور آماده بشه به خاطر یه حمله قشنگ و اینجا بربرش رو میندازه یه جوری که داخل پویزن نیفته و میشه گفت پیش بینی کرد. ولی اینجا لیتل اذیت میده. از اون ور اینفرنو هم حذف شده، تامبسونش رو میره، بهترین تصمیم گرفت ولی اون ماینر دمیج خودش رو میزنه. متاسفانه کارو میندازه عقب. احتمال داره لاوا رو بندازه جلوی اسکلت دراگا ببینیم چی میشه. نه، از عقب پلی میده و کار درستی هم میکنه. میخواد لاین بازی رو عوض کنه، چرا که از لاین مقابل حریف خیلی دمیج بیشتری وارد کرده و این ور 2200 اون ور 3500 ولی حریف همچنان داره از این ور راش میده و اینفرنو متاسفانه خیلی راحت حذف شد. بعد اینجا رو با بربر بگیره و از اون ور امیدوارم بالون به تاور برسه که یه تیر قشنگ زد که زودتر تسلا حذف شه. متاسفانه چون تسلا اوه باز برق میزنه و با یه پویزن جمعه. خیلی نامردیه. بلافاصله حریف هم ماینرشو میره، موقعیت مناسب میبینه. متاسفانه کارشو بلد حریف و ببینم تا این مچاپ قرار چی بشه. بعد لاواشو باز عقب بندازه. لاواشو تقریبا از جلو پل میندازه که نخواد حریف فرانسیسی چیزی بندازه و از این ور اینفرنوشو میره. شاید هم به خاطر این لاواشو جلو سر انداخت که حریف الکی حمله نکنه و تاور بگیره. اینجا یه تیر قشنگ میزنه ولی همچنان لزوم داشت که بربر رو بندازه. کاش ویدو میشد بهتر زد ولی موقعیتی که بود بعد یه جوری ویدو میزد که هم تسلا بیفته هم لیتل و متاسفانه هیچ کدوم به درستی حذف نشدن. چون میدونین دیگه ویده وقتی چند تا تارگت داشته باشه دمیجش کمتر میشه و یه جوری هم حریف کارتوشو انداخته بود چون کارشو بلده که نتونه درست حسابی ویدو بزنه. برابرش هم مخالف میره ولی خب متاسفانه پویزن میگیرشون و فکر نکنم اتفاق خاصی بیفته که بالون قشنگی رفت اینجا. امیدوارم که بتونه مچاپو بگیره. تسلاش نیاد. آخ 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 چی میشه یعنی میرسه؟ نه لعنتی سر یه ذره دمیج. بله من حریف رو میشناسم. حریف خواهر مادر ناتنی رایلیه. ایشونو میشناسم. بله تو تاپ لدرم دیدمش. به شدت حرفه‌ای هستش حریف، به شدت. حالا اینا شوخی دیگه، دارم ویدیو رو جالب میکنم. در کل این که حریف رنگ خوبی داشت. این چینی‌ها چجوری رنگ میزنن به این خوبی؟ مثل هلو رنگ میزنن. نمیدونم پوشر دارن، اینترنتشون خوبه. حالا چینی، کره‌ای، ژاپنی نمیدونم. شما اگه میدونین کامنت کنین. دمتون گرم. چگونه کامنت بکشیم بیرون؟ وای هنوز میخواد کامنت بکشه بیرون. باورم نمیشه لاگ بیت کل گیم رو گرفته. ببینید بازم هنوز این متای سگه که شبیه لاگ بیته. تا الان دقیقه جانت متا بود، الان دقیقه لاگ بیته. رفقایی که لاگ بیت پلی میدن بشتابن. الان فردا این پسر کیه؟ جواد میاد میگه وای لاگ بیت نرفه. داداش ببین کل گیم و لاگ بیت گرفته. واقعا باید تاپ 1000 بزنی این سیزن. حالا شوخی میکنم اما به دل نگیرین، دراما نسازین. من مشکل و کس ندارم، دارم شوخی میکنم. آقا اگرم کسی بدش بیاد بالاخره یه تذکری میده میگه آقا نکن دوست ندارم، آقا من جنبه ندارم شوخی نکن. اوکی اینجا تیر خوبی زد و بالون میزنه دوتا رو که نزد، یه دونه زد ولی بازم دمیجی خوب گرفت و اونجا همین که لیتل حذف شد کارش راحت تر میکنه. در کل بهتون بگم که بازم مچاپ با حریفه چون سایکله و اونور تسلاش اوه دوتا هوایی زن داره، پویزن داره. خب معلومه مچاپ با حریفه. خب جون حواستون بگه از روشایی که شما میتونید وضعیت ویوتون رو خیلی بهتر کنید دراما خیلی جوابه. خب حالا اینا رو گفتم چه نتیجه‌ای داره؟ نتیجه اینه که شما داخل کامنت ها بنویسین با کی دراما کنم. یکم از مچاپ دور شدیم. از مچاپ باستون بگم حریف داره پرنسس رو از عقب میندازه، لاواش جلوش میره. اینجا ماینرش رو میتونست نره ولی خب بازم اکسیر امیر رو کشید بیرون واسه اون ماینر چون نمیتونست ول کنه. ماینر رو خیلی دمیج میداد و از اون ور ماینر رو مقابل رفت چون که اون ور تامبستون کاشته بود و ماینرش دفاع میشد. با یه پویزن کارو در آورد که متاسفانه نمیشه کارش هم کرد. بیشتر اون نمیشد حمله کرد مثلا بالون انداخت چون لیتل همه رو جمع میکرد. خدای این مچ نسبت به اون مچی که دیدیم که حریفم داشت باز همین ماینر رو پلی میداد خیلی داره تمیز سر پلی میده و امیدوارم دردسر نشه واسه امیر و بتونه مچاپو دراره. بعد ببینیم چی میشه. بالونشو میره، امیدوارم نره سمت تسلا. اون بالون نمیره سمت تسلا و باید واسهش تسلا بکاره. آخ آخ تسلاش اومد، تاور خالیه که نه
اون برق تسلا دفاع کرد. اسکلتا رو بپا امیر، اسکلتا رو بپا، اینا خطرناکن. خوبه بازم دفاع شد. رفقایی که دنبال یه دکی هن که هیچ وقت از متا حذف نشه، رو ماینر پویزن همیشه میتونید حساب کنید. خدا وکیلی تو هر متایی هم که کم رنگ بشه همیشه و همیشه و همیشه و همیشه ماینر پویزن هست. یه چند تا دک هست هیچ وقت از متا به صورت کامل حذف نمیشه. یکی لاوا، یکی ماینر پویزنه، یکی هم دکای کنترلی هن. دکای کنترلی باز احتمال حذف شدن دارن، مثلا اسپلش یارد حذف شد از متا، ولی باز میبینیم که مثلا دکای مثل ماینر پویزن، یک کسی که مثل محمد لایت خیلی تسلط داره به این دکی و مهمترین و اصلی ترین دکیه که باش پلی میده، میاد یه متایی ازش میسازه و دوباره زندهش میکنه. پس گرفتین چی شد؟ منظورم اینه که مثلا کسایی هستن مثل دامینیک، چون یه عمری دارن لاوا پلی میدن، میان یه لاوایی میسازن با توجه به اون شرایط سیزن که دوباره زنده بشه و بتونن از اون اسکیلی که دارن تو اون دک استفاده کنن و مجبور نشن به خاطرش برن کلن یه دک رو تغییر بدن، یه چیز دیگه پلی بدن. امیر دمیجی افتاده جلو، ولی خب دمیجی نیست که نتونه با پویزن و ماینر برسونه، به خاطر همین بربرشو انداخت که ماینرشو زودتر بگیره. حریف هم اینو پویزن ولیو دید و سری پویزنشو زد، ابیلیتیش هم میزنه، اسکلتش هم میندازه. کار خیلی خطرناکی، با تامبسون دفاع نمیشه. بعد اینجا تیرتو بزنی امیر، تیرو بعد بزنی. نه تیر نیاز نبود، ولی خب میتونه زودتر تیرو بزنه که خیلی اذیت نشه. خیلی دمیجی حریف جلو افتاد. بازم لعنت به این ماینر پویزن بیفته. آخ آخ نگو که میزنه. آخ آخ سر 28 تا با خیلی ظلمه. سر 28 تا. رفقا اگه ویدیو رو دوست داشتین حتما لایک رو بکوبین و واقعا مرسی بابت حمایتاتون. دمتون گرم.